این چی است؟ خیلی قیمت است. و تو معقول شد؟ بله، اما نمی شود. این را میگیری؟ ایهان بیا نگیر. همین را میگیری؟ همه پولهایت رو به همین صرف میکنی؟ اگر از دستم می آمد تمام دنیا را به پیش پایت میریختم. دختر شیرین، جونی من. تمامی ثروتم فدایت بود. کنی ببینیم امروز کدام حکایه را خوانیم؟ یگان عمل بی جواب نمیماند. بله مادر جان، خیلی زیبا. زود خونید. یکی از خلیفه های عباسی هارون روزی در باغ قصرش یک گل خورده می‌بیند. بویش از دیگر گل‌های باغ فرق می‌کرد و رنگش هم زیباتر بود. زود به باغبان فرمان می‌دهد که این گل را خوب نگاه بین کند. باغبان همیشه در گرد گل می‌گردد. نخست روزی بلبل آمده تمام برگ‌های گل را کنده به زمین می‌افتاند. آن شاخه گل به شاخه عادی تبدیل می‌یابد. باغبان ترسان و هراسان به نزد خلیفه می‌رود. سلطانم می‌گوید همان گلی که شما انتخاب کرده بودید یک بلبل آمده برگ‌هایش را افشانید. سلطان باشد به باغبان نگاه آرامانه می‌کند و جواب می‌دهد: زیغ نشو باغبان، زیغ نشو، این کاری بلبل به جواب نمی‌ماند. باغبان نفسی براحت کشیده از پس کارش می‌شود. روز دیگر در باغ یک مار را می‌بیند. مار آن بلبل را دستگیر کرده خوردن می‌خواهد. بلبل را می‌خورد؟ خاموش ایست، جای اساسیش است. باغبان کوشش می‌کند که او را دارد اما داشته نمی‌تواند. مار بلبل را به درون علفزار برده می‌خورد. باغبان این حادثه را دیده زود به نزد سلطان رفته می‌گوید: سلطانم، گفت شما شد کمی پیشتر بلبل را یک مار خورد، یعنی کاری کرده بلبل بی جواب نموند. سلطان باز آرامانه جواب می‌دهد: خواطر نشو باغبان، کاری مار هم بی جواب نمی‌ماند. از بین چند روز می‌گذرد. باغبان کارش را دوام می‌دهد. نخست او ماری را که بلبل را خورده بود می‌بیند. با کلندی در دستش بوده به سر مار زده او را می‌کشد. سلطان هارون در باغ سیر و گشت می‌کرد و ناگاه چشمش به ماری کشته باغبان می‌افتد. این همان مار است؟ بله، میگوید باغبان. انا دیدی کاری او هم بی جواب نماند، اما باید بدانی که کاری تو هم بی جواب نمی‌ماند. انیق با او هم چیزی می‌شود. حاضر می‌بینیم. بعد از چند وقت باغبان گناهی صادر می‌کند. برای جزا دادن او را به نزد سلطان می‌آورند. سلطان امر می‌کند تا او را به زندان پرتایند. باغبان این را فهمیده فریاد می‌زند: سلطانم، بلبل و مار و من عمل همه‌مان بی جواب نماند. دانسته باش که کاری تو هم بی جواب نمی‌ماند. کسی تو را هم برای این کار جزا می‌دهد. سلطان امر می‌کند ایستید، باغبان را رها کنید. محافظان در حیرت افتاده می‌پرسند: سلطانم، مگر کارش بی جزا می‌ماند؟
султон мегӯяд: хавотир нашавед, кори ҳеҷ шахс беҷавоб намемонад. агар дар ин дунё ҳам набошад, дар он дунё ҷавобашро медиҳад. аммо одамон дар ин бора ҳеҷ фикр намекунанд ва кори кардаам ба фоидаи худам аз гуфта гуноҳ карда зиндагӣ кардаам мегиранд. اپای پینار هم پولهای ما را دزدید. کاری او هم به جواب نمیماند ها مادر جان؟ خدا میداند دخترم. خودت را نیک دانسته دیگران را سیاه کردن خوب نیست. برای همین نسبت هیچ کس فکری بد نمی کنی مایلش. پینار جان گوش کن. چندین سال پیش مثل جمله کتابی شد. پینار جانم، تو رو به حد دوست می‌دارم. اینش هم نمی‌شود. فریده؟ خانم آسیه، مرا ببخشید. فکر کردم که با کسی صحبت میکنید. گپ بین خودمون، من خود به خود گپ میزنم. چی شد؟ یگون چیز گفتن میخواستی؟ بله میخواهم، اما چطور گفتنم را نمیدانم. گپ زن دخترم، شرم نکن. از شما پول پرسیدن میخواستم. چقدر؟ پیش پرداختی 2 معاشت بسنده است؟ نه، کمی زیادتر. چقدر؟ 20,000. فریده اینقدر پول رو چیکار میکنی؟ بیمار نشده ای او خیر؟ نه برای این نه. برای چی؟ گفته نمیتوانم. خیر مایلش، فکر بیکن که من به تو دادم، لیکن چه خیلی برمیگردونی فریده؟ خانم آسیه، هرچی فرمایید میکنم. تو حسابی کردنم کار میکنم. فریده جون، فرض کردیم که پگاه فردا من تو رو معقول نمیکنم یا تو مرا معقول نمیکنی، از کار بر اومدی، یعنی بیهوده هم دیگر رو پابند نکنیم میگویم. لیکن اگر خواهی من به تو 3-4 هزار داده میتوانم. نه، این قدرش کارم رو حل نمی کند. سلامت باشید. فریده، به سوالم جواب ندادی. این پول برای چی لازم است؟ برای مادرم. یگان خریدار می آید البته. درآید. خانم آسیه، طراح و آرایشگر آمدند. مایلش به بالا برآیند. مرحمت. من رفته تیاری میبینم. من برایم. مایلش دخترم، اما حالا نتریوس نآمده است. زیغ نشو، در راه است، حاضر میرسد. تو با ما چای دم کن مایلش. پول یافتم. ساعت 10 در باغ وا میخوریم. با کجا؟ من به نزد عمکم میروم. شاید از آنجا به انقره به نزد تهایم روم. 10-15 روز نمیشه. خای اگر تو رو پرسن چی گویم؟ امروز ها کو تو رو بسیار میجویند. اپا مرد گوی. چپتایت را خریدم. بعد از 3 ساعت پرواز است. یک مدت نمیشوم. کارها را به تو امانت میگذارم. خیر، تا بازدید. اگر این را فهمند.
دیده شوم. بیار. تشکر. این چیست؟ هم خنک است هم تلخ است. چای قاقش رو زیاد انداختی. فریده فکر در کجاست؟ زود گرفته عوض کن. باز دولابش پر کرده است. سلام، مرا آقای آری فرستادند. چنانه فرمودید 20,000 لیره آماده کردم. مایلش فریده پولها رو گیر دخترم. مرحمت. اگر یگان خواهشی دیگر نداشته باشید من از پس کارم شوم. مایلش تو بیرو. فریده کارها رو دیلیک کند تو بیرو دخترم. تشکر زیاد. این خوبیتان رو اصلا فراموش نمی‌کنم. مرا ببخشید لیکن این پول برای خدمتگار از حد زیاد نیست مگر؟ من هم میدونم اما قرض گرفت. همین که برای مادرم گفت دادم. برای مادرش؟ این چیز مثل دومی رو باه برداشتی. کنی زود کشا این رو بینه تو هم کلان شدی. آدمی خوردکک. یازی من تو رو میخورم جانکم. شیرینکی من اصلکی من. جونی من کلانکی من خسرویکی من. نه چی شد؟ چرا چهرت غمگین می نماید پینار؟ از کجا دانم؟ در دلم یک ناخوشی جای گرفته است. وقتی که به اونجا رفتیم تعبت خوش می شود. چی طور؟ سورپریز با مادرت نگوی. ولش من تو رو میخورم من تو رو. تیار است؟ یگان مشکلی نیست؟ یعنی گفتنی هم پلیس نه چنونی که وعده کردم با کسی خبر ندادم. بین هم اگر میکردی خودت بوی میدادی. بعد دکتر رو کافته میگشتی. بیا رفتیم. چرا انتظاریم؟ نمیشود باید اول پول رو بینم. تو با نزد دکتر نرویم پول نمیدیم. خیر معلش میرویم. بیا رفتیم. چی میخوایی؟ برای چی آمدی؟ باز از من میپرسی؟ میخوایی با دختری همسال فرزندت عائله دار شوی؟ تو چی کار داری؟ ها؟ ما جدا شده ایم. چرا حالم به حالم نمیگذاری؟ اگر از من شرم نداری از دخترت شرم دار. شد گپ را دراز نکن. نزد اون زن میروی ها؟ بیهوده گردی کرده پولهایت را تمام. این رو بینه. این چی خیل نیکو هست؟ من نفهمیدم. هیچ کس نیست مگر همین خیل هم میشود. خواطر نشو مادر جان حاضر می آیند. کنی زودتر حاضر میمون ها میرسن. کنی این را گیر زودتر گیر این را. انا حاضر. این رو نمیگذاریم جناب. این رو میگذاریم بعد بسن نیست. او را بر حاضر. تو چرا به همه چیز دخالت میکنی؟ تو خواطر نشو مادر. من همش رو حال میکنم.
بچه ها آمدن. مرحمت خوش آمدید. خوش باشید. و لیکن ما در اینجا چی کار میکنیم؟ حاضر میفهمید؟ مرحمت. سلام. همه آمدن. خوش آمدید. چی حال دارید؟ خوبم. دیگر مهمان ها کجایند؟ خوش آمدید. عروس و داماد رو میگویم. عروس و داماد مایم گلم. منو تو خونه دار بشمیم. یا مانتو مچه. با او چی شد؟ پینار جان، پینار خیزی از خورسندی بودگیست. ای خدا، همینجا نبود یا خطا کردیم؟ یا اینکه نمیدونی؟ میدونم، سراغ را گرفتم. پس در کجاست؟ حاضر میابیم. تو مرا فریب میدهی؟ فریب نمیدهم. حاضر. انا این کجا؟ بیا. قسم بخور که به نزد اون زن نمیروی. چند بار گویم تنها میروم. باید به فرودگاه روم. اگر باری دیگر به نزد اون زن روی بس بودگی سکنون. کنی راه سرده من سرده گفتم. زود باش. گپ را بسیار نکن. نمیروم. از پست میروم. تو رو تعقیب میکنم. حالا میبینی. من خونه‌دار نمیشم. میمورم و با این میمون خونه‌دار نمیشم. موشو روشن. همه میشنوم. آخر شما در یک خونه زندگی نمیکنید که؟ زندگی میکنیم. ابله داماد را گیر گپ نزن. به این هم با گناهی تو با این احوال افتادم. پینار گوش کن. این ساختکاری است. اهمیت نده. در اصل اگر از دل من پرسید هیچ جای ساختکاریش نیست. تو خاموش است تو. به این هم به همش تو گناهکاری. اوه چی شد جانکی من؟ شیرینکی من، مایده یکی من، مایده چایکی من. اوی بس ای جون بیا جون. چی شد؟ با فکرم از نیتشون گشتند. این چه خیل گپ است؟ پس چرا حالا هم نمیفرایند؟ آنها کمی آیند؟ من یک رفته بینم. برای پینور رو با آن حریف در این میز دیدن خیلی به طاقت شدم. تو با این دو شخص چه علاقه داری تیمور؟ هیچ، همین خیلی گفتم. آخر با هم دیگر مناسب نیستند. برای همین. خیر مناسبی پینور کیست؟ تو؟ الو، مرکزی تاکسی مرحبا. با کوچه پالمیه خانه 14 یک تاکسی فرستید. خوب شد جناب. لازم میفرستیم. تشکر. رقم 14 است. چپ و راست رو نگاه کن. انا تمام. پولم رو ده. نمیدیم. از کجا میدونم که تو مرا به جای گفته آوردی؟ تو نزدیک همراه میرویم. اینقدر پولت را دوست می‌داشتی؟ خیر مالش رفتیم. پینار جون گوش کن. آخر زنی بیچاره چند مرتبه نزد در اومده تو رو زورای تبلو کرد. اگر این خل دوام دی شبهه میکند آخر وصیتش رو هم عوض کرده است. من پولمون نمیخوام. از این میمون مرا خلاص کنید. گلم انگشتری رو در دست چپ میگذارد یا راست؟ بعد هنم انداز زونو که گیرد و گپ زدن نتوانی. شد با این ابله اهمیت نده. اهمیت نده. شما عجیبه بخی.
انگشتایم ورم کرده است. چه زرگر ارزان تر شود گفته این را خورد کرده است. گوش کن، آخر برای تو هدیه های زیادی میدهد. به این هم از خانه پیشت کردن. عقلت رو کار فرما، عقلت رو. سرش نزاوی با مادر. در اینجا کسی نیست. خیر انتظار شو. همراه انتظار میشویم. تو دیوانه شدی مگر؟ کنی پولم را ده. تو میدونی که من این پولها رو با چی از او به دست آوردم؟ پولم را ده. نمیدهم. سرده به من نگر. من گفتم را اجرا کردم. او در خانه است. ایستاده انتظارش شو. نمیدهم. سرده نجم که میکشم. شین گلم راست نیست. شین پینار. موافق عریضه که شما با شعبه ما سپردید؟ من دادم. عریضه رو من دادم. من بلاس به قفا گرد. تلفنم مانده است. باید آن را گیرم. شما که پینار ازگور هستید به تهدید و مجبوری راضی هستید. جناب پایش را زیر کنم. جناب این چه سراسی مگی؟ بله شما پینار ازگور به تهدید و مجبوری با جناب کمال چتینکای آیلدار شدن میخواهید؟ مرا میگوید زودتر حاضر پاید را زیر میکنم. یگان مشکلی دارد خانم؟ نه یگان مشکلی نیست جناب. آخر در راه جون است. برای همین پینار زودتر گفتم. با این نگار. نه من یک پایش را زیر کنم همش حل می شود. خانم پینار جواب شما را انتظارم. زودتر گفتم. پینار کنی دخترم. بله کوی بله. شما جناب کمال چتینکایا؟ من جناب منم. به تهدید و مجبوری پینار ازگور رو به همسری قبول میکنید؟ برای ابدی قبول میکنم. بله تا مردنم. مرحمت. پایش رو زیر کنم. زیر کنید عزیزم زیر کنید.
Kırıp döker benim bütün dallarımı. استد نگریزید با من دروغ گفتید با کجا میروید همه چیز رو با من نقل میکنید من هیچ چیز رو نمیدونم فهمو اگر ندونید چرا میگریزید از هواپیما در میکنم نروید التماس نروید با من رحم کنید 30 سال شد 30 سال آن کودک من بودم حتی یک روزم مهر مادر رو ندیدم سببکار این شمایید وجدانتون شما را عذاب نمیدهد آره معشوقت همین است همین است میگویم چیکار میکنی؟ تو را میکشم خانم شما چیکار میکنید؟ حالا نوبتی تو هم میآید سرده مرا رها کن مرا من رو هم میکشم حیاتم را سوزاندم شما باید زنده مانید آقایانی شما باید زنده مانید الو یوری تجلی گپ زنید التماس گپ زنید مادر من کیست با من گویید مادرم کیست مادرم رو میشناسید چی گفتید شما رو نمیشنوم ببین انا بین آفرین انا همین دارم بس من بزاشتم کفایه اینطور می شود مگر این لحظه دیگر نقاشتم نمیتوانم تو به کجا میروی؟ از همتون عذر میخوام سالها باز همین لحظه رو انتظار بود برای همین کمی در هیجان البته انتظار عکس برداری به آخر رسیده باشد من هدیه ها رو سپردن میخواهم چرا زحمت کشیدید لازم نبود خیلی لازم نبود این از شما مرحمت تشکر زیاد به شما معقول شد نه خود معقول نشود در روزهای خورسنده استفاده برید انا این قطیش ما هم خانه‌دار شده بودیم لیکن به ما چیزی هدیه نکرده بود مگر من هدیه نبوده این انگشتری عروسی من بود میخواستم به دخترم دهم لیکن افسوس دیروز به خودم گفتم اگر دختر می داشتم مثلی تو دوستش می داشتم اگر اجازه دهی این رو به تو هدیه نمایم البته تشکر زیاد یعنی مثل او دوست می داشتی این باشد این خاطره است از مادرم به من مانده بود از همه چیزی دوست داشتم است بمانند تو خیلی مهربانید تشکر زیاد به نهایت زیباست یک طرف سید برادران یک طرف سید خلال نرسونید بخفا برادر نمیدونید برادر بخفا خواهش میکنم التماس بگویید تو زنده میمونم ما کاری از دستمون آمده رو خواهش میکنم یک طرف ایستید خانم شما نیز همراه ما با شعبه پلیس میروید من هیچ کاری نکردم یک گناه میدونید شما رو برای شاهدی میبریم مرحمت بخفا خواهش میکنم خیریت مهمان خانه جایی کودک نگاه کنی داشته است بله براستی خوب شد پیتزای گرم دارید؟ گوش بیریان داریم جناب می شود گوش بیریان می شود لیکن همراهش سالاد بیارید سالاد روسی
خوراکای سرغذا خوردن لازم که با کمک شویم همینطور نه؟ البته جناب. آفرین کمان. چند روز باز از هیجان هیچ چیز نخوردم. حاضر پس از نکاح زیقیم گذشت، اشتهایم آمد، هر چیز پیش رو هم برای میخورم. آسیا برای خود میراث خور پیدا کرد. خانم آسیا، فکر میکنم عین مدعا است. حالا که همه اویلا جمع شدیم به همه گویید، بگذار همه فهمند. نمیدونم گویم بهتر است یا نه. حالا پینور در نکاح است، یعنی گفتنیم که ناجو نشود، زیرا من آماده نیستم. برای این آمادگی لازم نیست خانم آسیا. 3 سال باز همین لحظه رو انتظار بودیم. حاضر وقتش است. مادامی که دخترتون همین جاست، گوید من هم خلاص شوم. من این رو برای خوبی شما میگویم. باز یک چند وقت انتظار شویم، برای هممون بهتر است. اقلا یک چند روز. خانم آسیا، همکارمون که شما رو ثبت نام کرده است به اشتباه راه داده است. حجره های لوکسمون بند بودن. حجره لوکس؟ برای کی؟ پینور جان، میخواستم برایت سورپریز کنم. هیچ گپ نه. نگران نباشید، یکی از بهترین حجره هایمون رو برای خانم پینور و شوهرشون آماده میکنیم. تشکر. خانم آسیا، در حقیقت لازم نبود آخر همین خانه دار شوی. خوردن نوشیدن کفایه بود. ما رویم بهتر. پینور شین با کجا میروی؟ شین و خیر. خیز گفتم پینور با خدا تو مرا میرنجونی. لطفا چند وقت باز انتظاری همین روز بوده. یعنی میخواهم که هیچگاه از یادمون نرود این روز. تو مرا نرنجون. لحظه خاطرمون باشد همینطور نه؟ البته. راست من به این هم هیچگاه فراموش نمیکنم. خواطر نشوید. من نیتی دیگر نداشتم. یگانه شخصی که در خصوص مادرم معلومات داشت آقای عارف بود. برای همین به نزدش آمدم. شما با آقای عارف شناس هستید؟ نه، برای صحبت کردن آمدم. نخست اون زن آتش شد. باور کنید خودم نفهمیدم ماندم که چه خیلی این واقعه روی داد. فهمو دخترم. پیش از رفتن بیاناتش رو گیر. فهمو سردارم. درو. روزتون بخیر سر. روز بخیر. با تلفن صحبت کرده بوده. من کمیسر امیر برای ینگام آمدیم. بله، من هم حاضر بیاناتش رو میگرفتم. خوب هستید ینگا؟ خوبم امیر. با اکت هم خبر دادی؟ با اکش نه، با شوهرت خبر داد. با فکرم خانه دار بودنم اون رو فراموش کردم. شرف، اینجا جای این خیل گپا نیست. سبب به اینجا آمدنش رو هم نپرسم؟ همسرتون به این کار علاقه ندارد. این طور باشه در خانه مردی بیگانه چیکار میکند؟ مادرم رو میجستم. حیاتم رو سوزوندی. با گپ زدی؟ گپ زدم، لیکن پس از یک چند روز با اون میگویم. گفت فهمو؟ یک چند روز؟ چه خیلی یک چند روز؟ با کجا؟ یک لحظه با من بیا. نشدی، در جایت نشین. با کجا پینور جان؟ خانم آسیا، ما همراه مادرم یک دستشویی رفته بیاییم. بیاید مادر جان. ما دستانمون رو شویم خانم آسیا. البته شوید. البته میگذار شویم. این رو گیر فریده. از تو بیزار شدم. من هم. لیکن من اویلم رو مییابم. با این باوری دارم. خودت رو فریب نده فریده. کدام اویله؟ برای پول میگوید. برای پول همون مکتوب رو نقصر خوان روی راست از تو خلاص شدن خواستم. شرف، چرا این طور میگویی؟ از کجا میدونی که برای پول؟ شاید مجبور شده باشند. از خودم میدونم. من چطور خیردین را با فرزندی قبول کردم؟
چرا؟ زیرا پدرش معلوم است. تو چی گفتنت را میدانی؟ مادری فرزندانت را زنی سبک‌پا فکر میکنی همین طور؟ فریده نادرست فهمیدی. من برای خوبی خودت میگویم. از پدر و مادری که سالها تو را پرتافتن چی رو انتظاری؟ از بهرشان گذر. تکی گپی مردم میمونیم. بس کن شرف. مگر جستنی پدر و مادر عیب است؟ من در فکر امینه و یاسین هستم. با مردم فهماده نمیشود. هر گونه گپ ها میبافند. اگر کودکان فهمند آنها آزار مییابند. یعنی من باید از جستنی آنها دست کشم؟ همین رو میخوام. بله همین رو میخوام. اگر کودکان رو دوست داری از آنها دست میکشی، تو باید این کارو کنی فریده، باید این کارو کنی. با تو یک چیز گویم شرف. من از این دیده چیزهای بدتر رو دیدم و به همش تو گناهگاری. با تو نصیحت حیف است. چی کاری که میکنی کردنگیر؟ لیکن با تو یک چیز میگویم. اگر با کودکان آدمان یگان چیز گوید، آن وقت چی کار کردنم رو میدونم. گوش کن، تا امروز همش خوب گذشت. اگر تو غضبت رو اداره نکنی نقشمان رو برباد میدی. چه خیلی خوب گذشت، چه خیلی خوب گذشت. من خانه‌دار شدم، من همسر اون دوست شدم. یعنی همراه حیات مرا سوزاندید. کی میدوند؟ شاید شما با کمال همراه نقشه کشیده اید. تو از حد گذراندی؟ با خدا من این کارو نکردم. من نمیدونم. با آسیا گوی که هر چیز زودتر حقیقت را گوید. با اون میمون در یک حجره نمیستم. چخلی که میگوین میر پس از نکاح پیدا میشود راست بوده است. حتی یک دقیقه هم از پینار جدا بودن نمیخوام. آنقدر پس مون شدم که گفتنش ناممکن است. من یک بنازی اونها رو میلش حاضر. اشتهای طعام. با تیمور پینور دختری من از گفته اید؟ بله. چرا پینور از این خبر ندارد؟ همین که با ما عادت کرد میگویم. به فکر من آنها کیها عادت کردن. خانه، جای کار، مهمان خانه، یک لحظه از یکدیگر جدا نیستید. نکاح تمام شد، توی به آخر رسید. برای آمدنتون تشکری زیاد. روی سفید خیز. گوش کن، با تو یک شب مهلت. من باید رفته در خانه آسیا زندگی کنم. مرا فهمیدی؟ اوف، بیزار شدم. من همین شب یا دیگر شب گفتنش رو نمیدونم. چیکار کنم؟ رفته رو بوغی کنم؟ نتوانی. من تو رو بوغی میکنم. تو رو در انا همینجا بوغی میکنم. من چیکار میکنی تو؟ خورید هم دیگر رو خورید. تو در اینجا چیکار میکنی؟ چیکار میکنم؟ همسرم را گم کردم و را میجویم و را ندیدید. به تو مانندی داشت. افتش میسی تو به قاتل ها شباهت داشت. جانکم، خدا هر دویتون را خوشبخت گرداند. چه خیلی که دیدید حجره های شاهانه بند بودند. اکنون خودتون انتخاب کنید. میخواهم به جای روم که پای آدمی زاد نرسیده باشد. فکری خوب. با سیر هم بر اومدن ممکن؟ نه، این فکری خوب. کمال سعید میشود من باشم سیار. خیلی شوخ هستی. ای پینور، بس کن دخترکم. با هم مناسبند. خداوند هر دویتون را خوشبخت گرداند. آمین. شما سایبانی سری ما گردید. خیر جانم.
تو بازدید خیر تو بازدید راهی سفید راهی سفید تشکر تو بازدید سلام علیکم تو بازدید در بلکت من میخوابم تو در زمین حالا میبینیم کی در کجا ایست گفتم خوب است یک طرف خیر احوال بیمار چه خیلی است؟ صحت میشه بد همین طور؟ احوالش خیلی بد است لیکن ما کاری از دستمون آمده رو میکنیم. با یک رقم زنگ زده او رو دعوت میکنید. او از نزدیکان بیمار است. البته رقم رو گوید خانم جانان. فهمم. ببخشید تلفنم زنگ زد. الو گپ زنید؟ بله این من. روز میگویید؟ البته میگویم. شما رقم تلفنی من رو از کجا یافتید؟ حالا همین طور زن داد. شد مایلش حاضر میایم. تشکری زیاد. خانم جانم چرا رنگ رویتان کند؟ یک شناسم در بیمارخانه بوده است. کمی ناتاب شده است. خدا شفا دهد. بیاید شما رو با اونجا بریم. نه لازم نیست. بیمارخانه نزدیک است. من خودم میروم. تشکری زیاد. خوب تو باز رئیسم. ایسون باز به سرم چی بلا آورده باشه. ببینید تلفنش هم خاموش است. من با تو روزت رو نشان میدیم. به نزد عریف قرطاژ آمدم. نفری که مرا جیغ زد در کجا باشد؟ همینجاست. در نزد شعبه احیا شما را انتظار است. خواستم که در دم مرگ بودن آقای عریف را به شما خبر دهم. چه خیلی که نباشد این سیر رو تنها هر دوی شما میدونید. من به اینجا برای دروغ‌هایت رو گوش کردن آمدم فریده جان. حالا همین کار میکنید. پس چرا در بیمارخانه بودنش را شنیده دویده آمدید؟ او به شما کی میشود؟ من به شما چی ضرر رساندم؟ از شما تنها یک نام میخواهم. یک نام. چرا نمیگویید؟ اگر آقای عریف به خود آیند آن وقت شما چی کار میکنید؟ او همش رو به من نقل میکند و من همه شما رو به محبس میفرستم. آقای دکتر احوالی بیمار بد شد. یک طرفی است. فوراً به بیمار ادرنالین گذرانید. زودتر مرادو خلاص شویم. متاسفانه بیمار رو از دست داده. همدردیم را قبول کنید. کمی پیشتر به من چی گفته بودی فریده جان؟ عریف صحت شده میگوید تو باشی ما رو به محبس میفرستی. همین طور نی؟ خب مایلش این طور باشد بردباری خواهانم زیرا کار دشوار است.
چه خانه در زود دویدن نتوانستی. خانه ندارم در ورزشکار نیستی فهمیدی؟ زود دمگیر بشوی. شاگرد من شو می‌آموزی. پس از یک چند ماه استاد ورزش میشوی. شرم میمانده است. مال حلال است، مال همسرم. جانی مادر نه جانکم تو رو نمیگم جانی مادر نگه باو نگه او رو گفتم شد تمام خواسته تو رو کردم خانه‌دار شدیم باز از من چی میخواهی؟ به خانه‌ات گم شده رو من دیوانه شدم اگر میمون خانه 5 ستاره رو گذاشتن خود به خانه روم. اگر تو خانه من رو پزمان شده باشی کلید رو میدیم تو رو. از خونه 5 ستاره دارد بیزار شدی ها؟ دیوانه شدی پینار چخیل خانه به قریبی صاحب قصر میشویم. خدایا توبه. کم به قریبی جانو کارو حل میکند. پگاه میبینی که خانم واسیه دخترم گفته دوام به نزدم میآید. با اون میگویم که مرا هر روز میزند پولهایم را میگیرد. مرا سخت رنجاندی. این چی گپ است پینار؟ مهر و محبتمان عشقمان تا بازار نیو تا مزار است. دیگر این گپ را نشنوم. پینار ما را مرگ جدا کرده میتواند. ناک من خوردم. نه پدر و نه مادرش معلوم نبوده است. فروزی به سرمون آمده رو دیدی؟ یک بسوی هیبرو کلین گرفته. وای مادر گپ درباره янга میرود. مادری نبیرهایتون نامش در گور. اکا تو هم یگون چیز گوی آخیر. چی گویم امیر؟ من هم حیران ماندم. янга هم چی گناه دارند همین رو نمیفهمم. پسرم خربوزه از خربوزه رنگ میگیره تو این رو نمیدونی؟ با کدام اویله میخواهی نگر بین همش رو میفهمی. ریشش مستحکم نیست. از روی اون بسایب احوال شرف چی شد؟ زندگی خوب ندارد پسرم. کوشش کرد نشد. برای چی؟ زیرا گپ رو نمیفهمد. میروم رفت چی شد؟ از شعبه پلیس آوردن. حالا باشه در جستجوی مادرش شده است. به جایی که شرم داشتن موضوع را محکم کند برعکس به همه میشنواند. بیامون به سرمان بلاهای زیادی رو میارد. فقط برای گناهکار کردن به نزدش میروی. تو شوهرش نیستی مگر؟ تو رو دستگیری کن بزنت کمک کن. با او یگان حادثه شود تو زیغ نمیشوی. شرف پسرم هرگز نکن. به امیر گوش نکن. به گپ‌هایش گوش نکن. به گپ‌های امیر گوش نکن. کودکانت رو گرفته از او جدا شو. برآمده رود. چی کاری میخواهد کردن گیرد. به بیمارخانه میرود. به کوچه میبراید. کاری او از هیچ چیز دست نمیگیرد به فکرم. نه از مرگ، نه از غم، نه از جدایی. با شما هیچ چیز درس نشد همین طور. و جایی فکر کنید که چرا همه این بلاها به سرمان آمد. برعکس برای یک آدم بیگناه چاه میکنید. حیف شما. بیاید نگاه کنید من به شما چی نشون میدیم. چه خیلی معقول. مادرم حالا هم نامدند. دیلک کنی با فرید زنگ زن. کمی پیشتر زنگ زده بودم. زنگ میرود اما نمیبردارد. ای خدا. خانم اوسیا به سر من یک فکر اومد. چی؟
боз бо пулҳои аз шумо гирифтааш нагурехта бошад. ту чиҳо мегӯӣ? наход ба ин кор қодир бошад. чаро яку якбора ин қадар пул хост? гӯш кун, модари ман дуз нест. модари ман пули касеро надуздидааст. модарамон моро партофта ва ҳеҷ куҷо намеравад. як маротиба партофта рафта буд. модарам наравад. шуд ширина. тамом шуд. ҷонатон бац кун. Мадар! духтарам чӣ шуд? гурех гуфти ана омад ку. фарида ҷон, кӣ гурехтааст? ман ҳамин ҷоям. фарида, мо ин тавр гуфтанӣ набудем. мегӯянд ки шумо пул дуздидед. писарам, ман он пулро аз хонум осия қарз гирифтам. надонам. пештар барои гарданбанд ҳуҷраятро ки гуфтем, ту аз ин ҷо бирав. фарида, кане зуд ба хонаи худатон равед, ман ҳозир меоям. фарида ҷон, агар аз шумо қаздор намебудам, ҳатто як лаҳза ҳам инҷо намеистодам. фарида ҷон, ман баъзе чизҳо шунидам. ҳамон вақт гарданбанд ҳам гум шуд. аз ту шубҳа намудам. бале, ҳуҷратро кофтукоб намудам, лекин ҳеҷ чиз наёфтем. ман онро ба заргар дода фаромӯш кардам. баъд вақти муносиб ба ту мегӯям гуфтам. охир баъзе чизҳоро шунидед ва зуд бовар кардед. ҳамин хел аз онҳо неву аз ман шубҳа доред. ҳамин хел чаро? зеро ман дар ин остона хизматгор ҳастам. ба ҳамин хотир тоқат мекунам. фарида ҷон, ин тавр нест. охир дар ҳақиқат лутфан як бор худатро ба ҷои ман гузор. ман гузоштам. барои ҳамин то ҳола ин ҷоям. гумон мекунед аминаро дузиданатонро намедонам? медонам, лекин ман мисли шумо рафтор накардам. аввал ба виҷдонам гӯш кардам. сабаби ин корро карданатонро фаҳмидан хостам. ба ғазаб омадам албатта, лекин тоқат кардам. фикр мекунед ман ба назди полис рафта наметавонистам? шуморо дастгир кардам, маблағ ситонда наметавонистам? медонед чӣ чиз маро манъ кард? меҳри ба шумо доштаи амина. ман ба хотири ӯ то ҳол дар ин ҷоям. кош шумо низ пеш аз маро гунаҳгор карданатон чунин фикр мекардед. марҳамат духтарам, чӣ мехоҳӣ? оғои комиссар, ман дирӯз дар бораи духтури паронида шуда баёнот дода будам. дар ёд доред? бале, марҳамат. ман бояд ҳатман бо ҳамсари Ориф суҳбат кунам. барои чӣ? то ҷои ман медонам ба ӯ хиштаворӣ надорӣ. албатта. оғои Ориф дирӯз мурданд. ман дар хусуси оилаам ягон маълумот нагирифтам. фикр кардам шояд ҳамсарашон ягон чизро донад. ин ғайриимкон аст. агар ҳамаро чӣ хеле ки мехоҳанд барои вохӯрӣ барем, инҷо бозор мешавад. ҳама дар навбат меистанд. агар ба ӯ ягон гап дошта бошӣ, рафта аз прокуратура иҷозатнома гирифта ба ӯ вохӯрӣ мекунӣ. оғои комиссар, мушкили ман байни худову бандааш аст. ман на далел дораму на шоҳид. ҳатто киро гунаҳгор карданамро намедонам. барои ҳамин ба виҷдони одамоне ки диданд ё шуниданд такя мекунам. ба шумо низ илтимос иҷозат диҳед бо ӯ вохӯрам. ман ба ҳеҷ куҷо намеравам. хуб, ин тавр бошад туист. модарҷонат барои як шаб маблағ пардохт карда буд. як шаби дигар маблағашро ту пардохт кун. аз ҳисоби ман фоидаи зиёд дидӣ. пинор, ман пулҳоро барои рӯзҳои сахт пинҳон кардам. аз барои худо камол, аз ин дида рӯз сахт мешавад ҳамроҳи кӯдак танҳо модам дар берун. ту ин қадар зани бағбағӣ будаӣ? ба худо агар ин қадар бағбағӣ буданатро медонистам, ба ту хонадор намешудам. кори хуб мешуд. бо ман меоӣ ё не?
نمی‌آیم. خوب نغزمان. کمال. 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 تو زیغ نشو جونکم. من یگو روحشو میومم. نخود من تو رو در کوچه بگذارم. لبای پینور تو در کجایی؟ کمال برآمده رفت در مهمانخونه خودم تنها موندم. یگان کار رو حل کردی؟ شد تمام بسیار گپ نزن گپ رو کم کن در خانه آسیام فریده رو انتظار شدم برای همین دیر کردم با او گپ زدی؟ انتظارم شاهزاده همون اقلا یک بار لطف نموده با پایان تشریف نآوردند گوش کن این دفعه بهانه نمیخواهم در حال آسیا رو به اینجا فریست مایدش خواطر نشو حل میکنیم بعد تو میگویم همراهی کودک به خانه موندم تینور حل میکنم گفتم شده کن در جایت نشسته مرا انتظار شو با فکرم میآید تلفن رو خاموش میکنم یک دقیقه من نزد خانم آسیا میروم متاسفانه خانم آسیا کمی نوتوب شده است بعد یک چند روز وا میخوریم گفت چه خیلی با او که بودنی مرا نگفتی که جانان آمده است بله گفتم خانم جانان آمده است خب من میروم بله خیر مایلش پالتویم رو بیار مایلش اگر سروسی من نمی بودم و تو روزت رو نشان می دادم